رقم تلفنتون رو قبل زنید. 595 82 78 11. آن زنگ می رود. می توانید قبل زنید. لکن قبل رو دراز نکنید. الو مادر، فریده سرش رو سخت زده خاطرش رو گم کرده است. با شوهرش زنگ زدم، حالا می آید. چی؟ چرا با شوهرش زنگ زدی؟ تو دیوانه شدی؟ تمامی زحمت های من به خاک یکسان می شود. مرحمت به اینجا. انا شوهرش هم اومد. آقای کمال خوشبخت بودید. شکر که یگان بدبختی به سرش نآمد. همسرتون رو سلامت یافتیم. با دستگیری شما پنار خانم، اگر شما نمیافتید که میداند به سرش چی میآمد. خدا رو شکر که همش به خوبی انجام یافت. به خانه همان رفته همه حادثه ها را فراموش میکنیم. همیخنی همسرم. آماده هستید؟ بله. بله شوهرش هم آمد. میتوانیم رویم؟ خدا شفا دهد. نام نویس کنید بعد میروید. میلش. دکتر نامگوی داروها رو نوشته است. طرز استفاده برای دارو در قطعه دارو نوشته شده است. از همین شب استفاده برای را آغاز کنید. تشکر خانم. بیا خانه رویم اکنون. انشالله پس از چند روز صحت میشوی. گریه نکنی جانا کنی من گریه نکنی. یا شرد چی کار کردی؟ از کجا دانم مادر؟ کاش جا همه شکست رو نمیگفتم. من میدونم در اصل عیبی تو نیست، عیبی مادر نجوز هست. آمینه جان تو گریه نکن با چشم. آمینه جان گریه نکن باز کن. همه عیبی خودتان. به خانه اتون نور رو راه دادی. اکنون گزت هم حیران نمی شود. من رفته آنها را ببینم. آمینه جان بس کن تو گریه نکن. من مادرت رو میارم. حتما ما به خانه میارم. گریه نکن. آروم شو. امک جان آچه هم در حقیقت مرده است. یاسین جان والله چیزی نشده است. من دیگر گپ گفتنی بودم اما از دهانم این گپ برآمد، لیکن این خیلی نیست. بیا پسرکم بیا زیبایی که من و مادرت چیزی نشده است. برمیگرد دخترکی زیبایی. کنی آبی نیست دخترکم. گیره نکن جونی. گیره نکن که دلم پورا میشه. جونی بیبی اصلاکی بیبی گیره نکن جونی بس اصلاکی گیره نکن. من حتی تو رو هم نمیشناسم. کسی رو نمیشناسم. تو چه ها میگویی؟ من چند سال است که شوهری تو هستم. یکو چیز رو به یاد آوردن نمیتوانم. کسی رو نمیشناسم. خواطر مباش، همش میگذرد. روزهای نزدیک به یاد میاری؟ همه ما رو انتظار است. بیا رویم اکنون. اما نرسید. آروم شو جان، کمی وقت لازم است. خانه که رفتی همش رو به خاطر میاری. شوهرت هم کمک میکند. بیا جانم بیا رویم. تو رو هم به یاد ندارم. نامی خودم رو حتی نمیدونم. شما کیستید مرا تنها گذارید؟ این خیل مگو. من تو رو چگونه تنها میگذارم؟ رفته در خانه صحبت میکنیم. نزدیک نشوید. از من دور رسید. تنها بودن میخواهم. بیمارو خسته کردید. فراموش نکنید که صدمه را از سر گذارنده است.
لطفا در بیرون انتظار شوید. بابا کمک کنید خواهش میکنم. من آنها را نمیشناسم. با آنها رفتن نمیخواهم. خواهش میکنم. شد آرام باش. استراحت بکن. بیا اینجا بشین. بابا جان چیزی نمیشود. همین خیلی من میدونم هیچ چیز نمیشود. جونی من همین رو به تو میگویم که مادرت یا این شب یا سحر البته میآید. گریه نکن جونی، البته مادرت میآید. بس گریه نکن. آرام شو مادرت میآید. گریه نکن پسرکا، مادرت میآید. همش خوب میشود. گریه نکن جونی من. مرا غمگین نکن پسرم. گریه نکن دخترم، گریه نکن، گریه نکن. گریه نکن. من رفته بینم. آروم شو. گریه نکن جونی، گریه نکن. بسیار ناراحت شدم. مرا ویشتونم عذاب میدیم. میدانم شرف، میدانم برادر. یک 180 به 120. بیمارمون از سبب گم کردن حافظه خود غمگین است. میفهمم. با او داروی آرام کننده بکنید. من آنها را نمیشناسم. التماس مرا با آنها روان نکنید. خواهش میکنم یک چند روز در اینجا بمانم، شاید کمی به خود آیم. شما به نزدیکانتون اجازه دید تا که به شما کمک کنند. آنها را نمیشناسم آخر. یگان چیز را به یاد ندارم. همشیره با او داروی آرام کننده بکنید. خوب شده است. کیف فرید خانم است. در ماشین مانده است. مرمت گیرین را. من چخیل با او ساز میگیرم مثل دیوانه. تو با امید حرکت کردن گیری. خواهد نخواهد در آخر قبول میکند. دیگر چاره ندارد. یعنی پینار خانم به سر من هم بلا آوردی. بس کن. دیگر ایستاده نمیتوانم. باید که روم. در خانه مرا انتظارند. من تنها با این زن چگونه ساز میگیرم؟ به خود که آمد به خانه‌ات میبری. حقی کارت رو زیاد در میگیری. فهمو؟ گوش کن مرا. بسیار نمیستد آخر. در مدت کوتاه چاره‌اش را ببین. مایلش. با تو گفتم حل میکنم. جزدانش رو هم گیر. خب تا دیدن. بسیار دیر کردم. حتما بازپرسی هم میکنم. دکتر حالش چطور؟ آرام شد؟ ما میتوانیم رویم. کمی استراحت کند.
نیم ساعت و یا 1 ساعت با پاک خیست بعد میتوانید روید. مرحمت بیایید با هم صحبت کنیم. امینا با تو چو؟ چرا مثل دیوانه‌ها گپ زده ایستاده؟ امینا امینا چی شد اپا؟ قصد رو از رسم میگیری؟ از رسم نه، از آدمی در رسم بودم میگیرم. باز می آیم. خدا مددگارتون باشد. سلامت باشی. سرمه رو مجبور به سخن در آورده نمیتوانی. مگر راهی نیست که اعتراف بکند؟ حتی گفتم که اعتراف بکن جزایت کم میگردد، اما چیزی نگفت. از کجا میدونی که شاید او نکرده باشد؟ شاید خلاصه ای کار ما خطا باشد. مادر کودک با ما چی گفت؟ نگفت که فرزندی من خیال پرست است. او باور نمیکند، پس چرا ما باور کنیم؟ خانم یاسومن، شما رو پدرتان منتظر است. مجبور نکنید. با ماشین سوار شوید. با جان و دل هیچ مشکلی ندارد. پدرم امر کرده باشد نرفته می شود. رفته حساب و کتاب من مخکنه کنید. اکا، در این کار سرما اوزگور هم سهم دارد. من به این باور دارم. راست، از دستی و هر کار آمدنش ممکن. این طور باشد پینار هم سهم دارد. شرف گناهی هیچ کس را به گردن گیر. شاید از کارهای ابلهانه مادرش خبری ندارد. البته اگر مادرش کرده باشد آن حالا دقیق نیست. پدر از صبح صادق برآمده است و تا حال در خانه نیست. کجا میگردد؟ باز چنان رفتار میکند که گویا احتیاج به نگاه و بین دارد. خوب است، خوب. دادا زود باشد، با امینا چیز شده است. چی شده است؟ چی گپ؟ چی شد؟ امینا آمینه دختر خدایا با او چی شد؟ آمینه است. مادر جون یگان کار کن. دخترم در آتش میسوزد آقای خیردین. توبه بیهوش شده ایستاده است. شرف زود باش، با بیمارخانه میبریم. ماشین را آماده میسازم. بیا دخترم. زود باشه، زودتر. شد دخترک شد. خانم زودتر باش، میرویم. یاسین چی میشود؟ یاسین با من میماند، خواطر نباشید. من هم با شما میروم. تو به کجا میروی؟ شد شیر بشم. هممون داریم ماشین جا نمیشیم. باز به کار آنها مانع نشویم. شد خانم زود باش. آمدم. زود باشید پدر.
چی شد؟ بخیر؟ رو از اینجا تو رو نمیخوام از پشت تو خواهرم ببر شد رو از اینجا به خونه درو جانک. چیکار میکنی؟ امک شما هم بگوید از خونه همون رود دیگر او رو نمیخوام. به خانه در همسایه ها رو ناراحت میکنی. این گپ ها رو در خانه میگویی. بیا جانم بیا. به خونه درو جانک. به من باشد. من تو را از این در آمدن نمیگذارم، لیکن نفری مرا که در خانه مرکلون کردن را دارد. امیر بزور نفس میگیره. دورو کجا بریم؟ بیمارخانه باز کجا میبریم؟ بیمارخانه دور است، در همین نزدیکی یک نقطه تیبی است، به همونجا شد میرویم. میرویم. بیا خیز اکنون. خیز و خریزن. خیز. خیزی. تا سهر من تو را انتظار می شوم. خیز خیز آخیر. بیمارمون چی خیل شد؟ خوب است. خوب است. کمی عرق کرده است. مایلش. پسرم چی شد؟ چرا برگشتی؟ دکتر نبود است. زود با بیمارخانه دیگر میرویم. زود باشه میرویم. بوده وقت صرف کردیم. مرا گوش نمیکنید. درو کشا. زودتر سوار شوید. بیچاره خواهرت در آخر عقلش را گم کرد. امک فهمیدید که چی میگوید؟ پینار مرا گوش کن. درباره جیانم درست سخن بگو. درست است. مادرش فکر نکرده ترک کرده رفت. مگر من گناهگارم؟ ببین با کودک‌ها چی شده است. با تو درست سخن بکن گفتم. چی گفته هایم را نمیشنوی به عقل؟ هی با تو چی فرق دارد؟ تو این ساعت تو در کجا بودی؟ سحر میبرایی شب میایی. کنی فهمید تو با چی کار مشغولی؟ نزد ادوکات رفته بودم. نفهمیدم چی من با شما حساب دهم. البته حساب میدهی. تا آن وقت در این خانه هستی قاعده های این خانه را رعایت میکنی. گوش کنید، همه در غم درد خودش است. مادرم را سود کرده ایستادند. من با شما بحث نمیکنم. هی کنی اینجا بیا. در گردنت پای چیست؟ پای میگویی؟ چه خیل پای؟ چیکار میکنی؟ دیوانه شدی؟ هر دیوان را میکشی. نیست گفتم. چیکار کرده ایستاده؟ سرده منو. سرده. خیز ایزن. خیز. خیز گفتم آخیر. به تو خیز گفتم. بیا. بیا برایم از اینجا. بیا. بیا میرویم از اینجا. دوگانه هم در کجاست؟ رفت. او هم زندگی دارد. تا سهر نمیتواند بالای سری تو انتظار شود. بیا. بیا خیز. پای افضلت را بپوش. میرویم. اختیارت. راه گرد.
باید که از اینجا رویم. زود. دکتر در کجاست؟ اتاق رو نکنید هیچ التجا کنم یاری رسونید. حاضر هم باشه. دخترم صبر کن. دکتر تو رو تبابت میکنه. همه که چیزی در خود Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Anneciğim benim melek yüzlüm. و کجا دکترم؟ و کجا میروی؟ من پدرتم ماما. اوچم رو دیدم دادا نزدی اوچم روم. آرام باش دخترم. دکتر تو رو تبابت میکنه. اوچم رو دیدم بیبی جون. سردیت مرو نزدی اوچم میروم. آمینه جان دخترم بس کن. اکا شد با من دید. بیا آمینه جان. بیا کنی رفته به بیرون مادرت رو ببینیم. شاید اونجا باشد. اگر که در اونجا نباشد بعد نزد دکتر میاییم. میلش بیا رویم. رفتیم. ببین آمینا کسی نیست. لیکن دیدم اوچم بودم. در نزدشون مردی بود. امک جون دیدم میگویم همینجا بودن. آمینا 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 یاری دهید. نام چیست؟ شیرین. شیرین؟ همش رو باید میاری شیرینم. با من کی بودنم رو بگو. کی هستم خودم نمیدونم. به تو بیگونه هستم. به خودم هم حتی بیگونم. خواطر نشو همش خوب می شود. در اینجا داروخانه است. من رفته داروهایت رو گیرم. آمینه خوب هستی؟ یوسی خیز از نزدی خواهرت. آخه رو بیا ما بیرون برویم. رفتیم جانکم. نه نمیروم. آمینه رو تنها نمیگذارم. بیمار از دختری بیچاره. جانی بیبی شیرینی بیبی این نجوزه با تو چی نکل کرد؟ بیروی است. خیلی هم بیروی هم بیودو. راست میگویی. در این نصف شب به یگان ترس و وهم به خانه آمد. نباید خانم هر چی زودتر او را از این خانه برارید. بعدا نگویید که نگفتم و سرتون باز یگان بلا میارد.
аз барои худо магар ман медонам ба ман бошад 1 дақиқа намеистам. виҷдони оғои хайриддин азоб медиҳад. виҷдон мегӯяду бадтар қалби шумо дардманд мешавад. виҷдон кӯдаки бечора модар гуфта ба беморхона бистарӣ шуд. модарамро дидам гуфта нолиш кард. гӯё наздаш марде будааст. духтур гуфт ки якчанд рӯз ба мактаб наравад. як қуттӣ витамин мехостам. фаҳмомидӣ. میتوانیم به خانه رویم. شما رفتید و او به خانه آمد. همین قدر دانا است که از کجا آمدنش را پرسیدم نزد ادوکت بودم میگوید. اگر قبول کنید. کو با او یک صحبت کنم. ممکن باشد پرسم آمینه رو به کدام بیمارخانه بردید؟ چی شد؟ چرا میپرسی؟ هیچ، همین خیلی پرسیدم. راست است که مادرش را در بیمارخانه دیده است؟ فریده رو ندیده است. همین خیلی در چشمش نموده است. چرا اینقدر میپرسی؟ چرا همتون مرا سرزنش میکنید؟ من چیکار کردم؟ چرا مرا گناهکار میکنید؟ مرا گوش کن. اگر در غیب زدنی ینگم تو هم دست داشته باشی با شما محتاج هستم گفته چنین رفتار میکنید. من افتاده شدم. شما باشید به دردی من نمک میپوشید. بسیار به تنگ نآرید. برای کسی را گناهکار کردن کمش 2 شاهد لازم است. میبینم که شما بی شاهد حکم کردن را آغاز نمودید. پدر خواهش میکنم طرفی او را نگیرید. به همه‌تون شب بخیر. من میروم. دیگر به ساختکاری این زن تماشابین شدن نمیخواهم. شب بخیر. بیا جانم. فرا آمدیم آخر. نمیشناسم. این خانه رو در یاد ندارم. بفهم. بهترش مرا به نزد گونم ببر. یک چند روز در آنجا میایستم. باور کن به این خانه در اومده نمیتوانم. بیهوده مگو. خانه خوبی داری. در اون مکانی بعد چیکار میکنی؟ بیا رویم. زود باش. یه شب بخیر همسایه. شب بخیر. شب بخیر. گذر. بیا گذر. خدای توبه. این زن کی باشد؟ این همسایه فقط از پیشمی برایت توبه کردم. بیا. مرحمت خواهرم است. به یادت نامد مگر چند سال است که با ما زندگی میکند؟ به ینگل خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. درو. بیا.
آمینا همش میگذرد. تو فقط غمگین نشو. من تو رو باور میکنم با تمام قلبم. فهمیدی؟ مادرت تو رو هرگز ترک نمیکند. به زودی برمیگردد. به نزدیکی اومده تو رو هم همراهش میبرد. فهمو جونکم؟ میلش حاضر خواب بکن. خوابی خوش. کامل این زن تا چند روز اینجا میموند؟ چقدر لازم باشد میایستد. نمیفهمم این زن کیست، در اینجا چی کار دارد؟ باز همون کارهای افلاس رو سر کردی. گوش کن، مرا عصبی نکن. کار است، کار میفهمی، کار است. این چگونه کار است؟ تو هم مثل دیگران کاری درست بکن. چرا من چون خواهرت رفتار بکنم؟ من رو نمیخوام. همین کار نکرده مانده بود. باز با بالویم زن آوردی. دیگر تو رو چشم دیدن ندارم. بس نگیست. دهانت را نگاه دار. به دخترت میگویی او هم خاموش میستد، وگرنه دهانی مادر و دختر رو میشکنم. نزد مادرت رو. هرچی گوید گوش کن. این کودکی کیست؟ او دختری خواهری من است. همینجا تولد شده بود. پدری بدبختش آنها را ترک کرده رفت. ما هم آنها را صاحبی کردیم. ما فرزند نداریم اگر؟ نه، نداریم. ما دختری خواهرم را کلان کردیم. لیکن دگونم چرا؟ در بیمارخانه از من نام فرزندانت چیست گفته پرسید؟ سری تو مگر چرخ میزند؟ ما فرزند نداریم. پدری دوست داشتم کی می آیند؟ انتظار است که قهرش پس شود. یاسمن! چرا چنین کردی؟ پدر در از شما چی کار کردید؟ باز به کودک دزدی دست زدید. نخود اینقدر به وجدان باشید. مردم رو اذیت دادنتون بس نبود. از کی این جانب تو به من عقل شد میدهی؟ طرز کار کردنم رو هم از تو پرسم. اگر میپرسیدید حالا در این افلاسی ها غرق نمیشدید. رفتارهای ناجای شما سبب مرگ مادرم شد. کودک دزدیتان باشد مرا میکشد. تو از حد گذراندی. همین خیل. من دیگر نمیخواهم دختری جنایتکار باشم. از شما بسیار شرم دارم، این را میدونید. این شپوتی آخرینتان است پدر. من دیگر چنین پدر ندارم. شما برای من دیگر وجود ندارید. یاسمن! یاسمن! یاسمن!
چیکار میکنی؟ برادر مرا سخت ترساندی. چرا بیاوز میایی؟ اخلم تق تق نمیکنی؟ در ماشین سردار چیکار میکنی؟ مرا عطسه زیاد گرفته است. خواستم ببینم که دستمالچه دارد. زودتر برو. اگر هر دوی ما رو در اینجا ببیند از کار پیش میکند. مایش یا توبه. یا سوها چی شد با تو؟ چی میشود؟ شپوتیگی همه وقت میزد. سخنهای قبیحی که باید میگفت پدر به دختر روا دید. خوب نشد. من هم زیق شدم. از روی من با پدرت کمبودی ایجاد شد. به این هم کمبودی ها وجود دارند. از این پس نه پدرم است و نه کمبودی ها. تو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ. همین خیل. اکا یشر خوب شد که اومدید. مرا تو خونه بی پرستانون میبرید؟ البته میبرم. من از خونه چرا بر اومدم؟ کی بر اومدم؟ 3 روز شد. در وقتی نبودنی من با خواهرم جنگ کرده ای، لباسهایت را جمع کرده بر آمده رفته ای. برای تو لباس تیار کردم. اگر خواهی دستوریت را بشو و لباسهایت را عوض بکن. خوب می شود. تو حالا راهی حمام را هم نمیدانی؟ حمام را به ینگت نشاندی؟ مرحمت. اینها رو بپوش. تشکر. برای شما چی شد؟ چیزی نشده است. با من کاردار مشو. تو به حمام درو.
در یک جایگی از بحر همه این کمبودی ها میبرایم انشاءالله. یک بلای دیگر پدری من است. به نزدیکی از پدرت هم خلاص مییابیم. این کامرا رو در ماشین پدرت مونده بودم. یک تای دیگرش در انبار است. امشب رفته آن رو هم میگیرم. اکنون در دستتون دلیل دارید. میدونم که برای تو دشوار است. به هر حال موضوع پدرت است. امشب همه چیز تغییر مییابد. دیگر دشواری نمی شود. من دیگر پدر ندارم. او برای من دیگر بیگانه است. تشکر اکایش، شما رو زحمت دادم. هیچ گپ نه. شب بخیر. شب بخیر. این لباسای من است؟ نه، همه لباسایت رو گرفته با خود بردی. از لباسای خودم به تو دادم. من چونی کردم؟ حاضر به یادت نمی آید، اما تو برادرم رو ترک کردی. آدمی خوب است، تو رو بخشید و باز به خانه آورد. اگر من می بودم به در نزدیک شده نمی موندم. برادرت رو ترک کردم؟ من از کجا دونم؟ از لط و کوب دلگیر شدی. سربلند با من معامله خوب دارد کو؟ تو حاضر رفتار خوبی آن رو دیده بهانه ده. او رو فهمیده نمی شود، گاهی به خود و گاهی به خود. با کارهایت خوب دقت ده. آبی من کجا شد؟ اوه، لباس ها زیبیدن شیرین جان. نوآوردنی بودم. مرحمت. تشکر. مردی خوب و بد بودن این آدم معلوم نیست. از چشمش دور شو. بیا با من. میدونم که بد می نموید، اما در یک ساعت گلبری میکنیم. خواطر مشو. برای تو میکنم. در چشمش بسیار ننمو. از او هر چی رو انتظار شده ممکن. یکی دیوانه نشود. چقدر کم نموی همون قدر خوب است. برای من بیگانه می نماید، اما با من میگوید که شوهرت هستم. داخل یک خانه با ایستاده نمیتوانم. رحمت، در اینجا براحت میشوی. بیا کمک کن، اینجا رو آباد میکنیم. بیا. انا همینطور. امیر چیکار کنیم؟ ها؟ فریده رو چگونه یابیم؟ او در اینجا نشست همه رو دیوانه میکند. فکر من این که فردا با پلیس اعلان میکنیم غیب زده است. پسرم بیمارخانه ها رو هم باید ببینیم. میبینیم. از دست این سرمه عجوزه همه کار میآید. من این رو انیق میدانم، انیق. افسوس که در این موضوع در دست یگان دلیل نداریم. همسایه ها رو، آنها رو یک طرف گذار. با دخترم چگونه فهمونم؟ ینگه هم است میگویی. همسری برادری دیگرد. یگان بهانه یاب. من دروغ گفته نمیتوانم. شمی دروغگو تا خفتن میسوزد. گوش کن، تو را باز لط و کوب میپرد. با کسی باخری نکن. زن را هم به بیرون نبرار. اگر کسی او رو بیند؟ به این هم به انبار جا کرده ای که میبیند او را. ها میفهمم. باز به درون خانه قبولش بکنم.
دیروز دیدم چخل با اون نگاه میکردی چشمانت میدورخشید. یه روی این خیل مگا من در غمی چی تو در غمی چی؟ همین خیل است همین خیل مگر شوهرم رو نمیدونم. اوچه جان در کجایی؟ اوچه جان اوچه کجایی؟